وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جنرال پلکونیک رمضان رحیمزاده روز 23 اپریل سال 2024 در شهر ریم پایتخت ایتالیا در ملاقات با وزیر کارهای داخلی این کشور عضو اتحادیه اروپا ماتئو پیاندتوزی گفته است بعضی جنایتکاران با بهانه پناهندگی در اروپا از جمله در ایتالیا پنهان شدند. به عقیده رحیمزاده همکاری مقامات میتواند برای به جوابگری کشاندن این افراد مساعدت کند. ملاقات رحیمزاده با پیاندتوزی روز 23 اپریل در ریم در روشه ملاقات پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با سروزیر ایتالیا خانم جورجیا میلونی دایر شد. امامعلی رحمان روز 22 اپریل در رأس یک هیئت دولتی برای انجام سفر رسمی وارد ریم شد و با رهبران اول این کشور از جمله با پرزیدنت ایتالیا که مقام بیشتر افتخاری است و سروزیرش که نظر به پرزیدنت صلاحیت بیشتر دارد ملاقات کرد. در جریان این سفر بین تاجیکستان و ایتالیا 7 سند همکاری به امضا رسید که مهمترینش سازشنامه بین حکومت‌های دو کشور عاید به همکاری در مسائل امنیتی است. این سازشنامه مهم بین دولتی را از جانب تاجیکستان رمضان رحیمزاده و از طرف ایتالیا ماتئو پیاندتوزی امضا کردند. سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که در هفته ملاقات وزیران کارهای داخلی ایتالیا و تاجیکستان مسئله مهم یعنی دستگیر نموده و به تاجیکستان استرداد نمودن شخصان در جستجو قرار داشته بررسی گردید. بنابراین منبع رحیمزاده و پیاندتوزی اینچنین با تقویت همکاری ها در سمت پیشگیری و مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، جنایت‌های متشکل فراملی، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های کیبرنتیکی، مبادله اطلاعات و مساعدت به تحکیم و صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردند و بین آنها دایر به حالت کنونی و دورنمای وضع منطقه و دیگر مسائل مبرم روز تبادل افکار صورت گرفته است. محبوبه گل مسئول سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می‌افزاید همچنین قید کرده شد که بعضی از جنایتکاران به اروپا از آن جمله به جمهوری ایتالیا با بهانه گرفتن پناهندگی سفر کردند پنهان گشتند. تذکر داده شد که همکاری مشترک مقامات حفظ حقوق میتواند برای به جوابگری جنایتی کشیدن شخصان مذکور مساعدت نماید. در گزارش همچنین گفته می شود که بعد به امضا رسیدن شرطنامه بین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی ایتالیا در ساحه امنیت سفر وزیر کارهای داخلی ایتالیا به تاجیکستان به نقشه گرفته شده مکانیزم در عمل تطبیق نمودن این شرطنامه بررسی می شود. ایتالیا از آن کشورهای اروپایی است که با وجود در یک مسیر عمده به اروپا فرو ریختن موج‌های نو مهاجران قرار داشتنش به مهاجران و پناهجویان چندان روی خوش نشان نمی‌دهد و به این دلیل تنها شماره انگشت‌شماری از پناهجویان تاجیک از ایتالیا درخواست پناهندگی کردند. تجربه همکاری مقامات امنیتی ایتالیا و تاجیکستان نیز چندان بایو دیرینه نیست و تازه چند روز پیش با بازداشت یک ساکن 32 ساله نویه رودکی تاجیکستان با نام الهام سیمرودزاده در فرودگاه ریم آغاز شده است. بعد بازداشت او وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق کرد که سیر رحمانزاده را همین یا توسط اینترپول تحت جستجوی بین المللی قرار داده بود و بازداشت او در پایتخت ایتالیا نیز در نتیجه همکاری مقامات تاجیکستان با مقامات این کشور اروپایی میسر شده است. نگرانی‌های افزاینده هم دوشنبه و هم کشورهای اروپایی از حضور روزافزون زادگان تاجیکستان در هیئت سازمان‌های تندرو چون داعش و بازداشت چندین زاده تاجیکستان با اتهام آمادگی به حمله تروریستی و حتی در اروپا میتواند دوشنبه را برای در کشورهای اروپایی بازداشت و به تاجیکستان استرداد شدن شماره از افراد تحت جستجو قرار داشتهش امیدوار کند. اما این در حالی است که سازمان‌های حامی حقوق مقامات تاجیکستان را به سوء استفاده از امکان برایش فراهم آورده عرصه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و با بهانه این مبارزه تعقیب کردن مخالفان سیاسیش عیبدار می‌کنند.